بسیار روزان پاییز الحمدلله بارش بوده و اقتصاد میگرفت انشاءالله که امسال تا خوبی برای همه باشه. دوستان امروز که دوم آذر ماه سال 90 هست، خداوند این توفیق رو ما داده که برای هفتمین بار جشن کوچکی رو در خدمتتون باشیم. امید و آرزوی ما برای شماها پاکی، سلامتی و بهروزی. طبق روال معمول قبل از اینکه قرعه کشی جوایز رو شروع کنیم یه چند کلامی در خدمتتون هستیم. موضوعاتی که گرچه به کرات خدمتتون دیدیم اما تکرارش خالی از لطف نیست. چون میدونید اعتیاد یک جورایی ریشه تو ذهن آدم داره، یه جورایی تبدیل به بیماری مزمن میشه. این راحتی‌ها دست از سر آدم بر نمی‌داره. همیشه باید نکاتی رو مد نظر قرار داد و بهش توجه کنیم. ولی اساس امروز یه چند نکته‌ای سعی می‌کنم مختصر خدمتتون عرض کنم تا برسیم به قرعه کشی جوایز. دوستان عزیز، همونطور که می‌دونید یکی از مسائلی که گریبانگیر افراد میشه در درمان اعتیاد بحث وسوسه هاست. وسوسه مصرف، منظور اون فکری که به ذهن آدم خطور میکنه و منجر به مصرف. ببینید اگر ما یه فیلمبرداری رو استخدام میکردیم و میگفتیم همراهی کن با یکی از دوستان، از اون لحظه که این فکر به ذهنش خطور میکنه تا موقعی که منجر به مصرف میشه از کل ماجرا فیلمبرداری بکن، به این سادگی ها که نیست که خود به خود یه امر اتفاق بیفته. از یه جای شروع میشه تا به مصرف ختم میشه. دیدی تو مسابقات فوتبال میان مثلا یک کسی که خطایی میکنه برای اینکه مطمئن بشن داستان چی بوده، آیا داور درست رای داده یا نه، فیلمو پوز میکنن یا عقب جلو میکنن. بعد کنید ما یه فیلمبردار فرستادیم میخوایم ماجرا رو حالا پوز کنیم ببینیم از کجاها شروع میشه که به مصرف ختم میشه. ببینید عزیزان من، در وهله اول یه اصولی که ما بارها خدمتتون گفتیم به شرط و برخاست با مصرف کنندی یا سرکار داشتن با لوازم مصرف یا به جاهایی رفتن که احیانا مصرف در اون اتفاق افتاده، معمولا اینا چیزایی که ذهن آدم رو یه جورایی یه جرقه‌ای میزنه و فکر مصرف رو به ذهن آدم میاد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در وهله اول عزیزان من به این سادگی ها هم نیست که خود به خود کار خراب بشه. میشه در چند مرحله جلوی مصرف رو گرفت اگه خوب برنامه‌ریزی بنده دقت کنید. در وهله اول با مصرف کننده بس بنابراین اگه دوستی رفیقی از خانواده کسی هست تا جایی که میتونه روابط رو محدود کنه. این یک. دوم از اون بساط جلو چشمتون نباشه. سوم از اون به مکانهایی که پیش از این مصرف کردید، چه بسا که محیط‌های کاری قبلتون بوده، بتونید حتی شغلتون رو عوض کنید که خودتون از این مهلکه نجات بدید. از اینها پرهیز کنید. این قدم اول. در مرحله بعدی دوستان ببینید هیچ متوجه شدید که موقعی که آدم عصبانی یا اینکه کسالتی داره یا بالاخره توی تنگنایی مونده فکر مصرف بیشتر به ذهن آدم خطور میکنه. در نتیجه در دوره ترک باید در حفظ روی خودتون بکوشید بی خود و بی سبب عصبانی نشید و گرسنه و تشنه و درمونده نباشید. زیاد در سرما زیاد باقی نمونید، چون اون تنگایی که اینجور مسائل از نظر روحی روانی برای آدم ایجاد میکنه یکی از چیزهایی است که کمک میکنه که اون وسوسه یه قدم دیگه جلو بیاد. و بعد یه مسئله دیگه باورهای شماست، اینکه در سر شما چی میگذره. اگر در سر این چنینه که مثلا میگم شاید این کسی پیش خودش فکر کنه خب حالا ما که چند ماه پاک بودیم بذار یک کامی بگیریم چی میشه دنیا که با آخر نمیرسه. توجه فرمودید؟ اما عزیزان خودتون هم بهتر از من میدونید هر بار که اتفاق افتاد، هر بار که دوباره مصرف شروع شد، از همین یک کام قضیه شروع شد. توجه میکنید؟ اتفاقا خیلی مهمه که شما این یک کام رو نگیرید، چون اگه گرفتین دیوه رو در حد زنده کردید، اون موقع شما حریف این دیوه اعتیاد نخواهید. توجه فرمودید؟ پس این باور غلطیه. باورهای ذهنیتون رو اصلاح کنید. شاید کسی باورش این باشه که بابا من سال اعتیاد داشتم هیچ وقتم خوب نمیشم، قراره همیشه هم همینطور بمونم. خب اینم باور اشتباهیه. در جمع شما دوستانی هستن که حالا امروز خودتون هم شاهد خواهید بود بیش از یک سال باقی دارن، موفق شدن، حالا تا قدرش کمک دارو بیشترش همت خودشون و اون رعایت اصول
پاکی رو نگه داشتن، چند شباهی دیگه شاید این اساید از این دارو رو هم کنار بذارن و به سلامت به زندگی برگردن. مقصود این که شدنی است کار، این چنین نباشه که ناامید باشید، با امیدوار کار رو پیش ببرید. و از اون گذشته تمام اینها رو هم پس ببینید 3-4 مرحله شما میتونید جلوی این فکر رو بگیرید. اولا اینکه برخورد نداشته باش با اون چیزایی که خطر رو ایجاد میکنه. مرحله دوم مراقب روحیات و احوال خودت باش، نذار که ناراحتی در اونچنان شکل بگیره که شما رو سمت مصرف ببره. مرحله سوم باورهای ذهنی رو اصلاح کن. و اما آخر سر این نکته که بارها به دوستان گفتیم، اگه یه وقت چشم باز کردی از بعد روزگار دیدی الانی که خدا نکرده کار خراب بشه و خودت بگو اگه بخوام این کارو بکنم 2 ساعت بعد می‌کنم. نمی‌بینی که هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، دنیا هم به آخر نمیرسه. شاید تو این 2 ساعت آمدی این چیزایی که خدمت گفتم رو یه بررسی کردی، خودت رو از مهلکه بیرون کشید. این یه مطلب که می‌خواستم خدمتتون بگم، یه مثالی که این ما برای دوستان می‌زدیم، میگفتیم بابا جان این احتیاط مثل همون غول است تو داستان الادین و چراغ جادو. شنیدین داستانش هم بگی؟ برای خیلیاتون گفتم. الادین میزد از جایی یه چراغ کهنه‌ای افتاده بود، دست گرفت خوشش اومد، با دستمال شروع کرد اینو پاک کردن، یه غولی از توش در اومد. اون غوله بعد قربانگو بود، کمک میکرد، خدمت میکرد. منتها غول احتیاط یه غول ویرانگریه که همه چیز رو به آتش میکشه، همه چیز رو از آدم میگیره، دست آدم رو خالی میذاره، آب خصوصیت آدم، مال و اموال آدم، همه چیز رو، خانواده آدم رو از آدم میگیره. منتها در طول زمان شما این غول ویرانگر احتیاط رو با زور زحمت و همت خودتون تو این چراغ دوباره جا میدید. اما این چراغ کجاست؟ نمیره بیکارش، یه گوشه‌ای در ذهن شماست. نباید سراغش برید، نباید انگولکش کنید و الا غوله از توش دوباره در میاد و وقتی در اومد شما حریفش نخواهید بود. توجه کردین؟ شما همیشه در رویارویی خودتون میدونید همیشه بازنده شما خواهید بود در برابر غول احتیاط. پس بنابراین تا میتونید ازش گوش کنید، بذارید چراغه یه گوشه ذهنتون دفن بشه و نرید و تحریکش نکنید. اگه غول از اون تو در اومد دیگه راه فرار شما نخواهید داشت و شما رو برمی‌داره میبره سر پله اول و بعد که بدتر از اون وقتی آدم دوباره به سمت مصرف میره معمولا اوضاع بدتر از دفعه قبل میشه. این رو در نظر داشته باشید. یه مطلب دیگه عزیزان، یک چیزی رو میخوام خدمتتون بگم. فرض کنید این میزی که روبروی من هست 3 تا کمد می‌داشت. زندگی ما از 3 بخش تشکیل میشه: گذشته، امروز، حال و آینده. ببینید توی احتیاط یه مشکلی که ما با شروع هستیم، ما با یه زمین سوخته سر کار داریم. این زمینه چیه؟ گذشته که از دست رفته، فرصت‌هایی که سوخته، اموالی که از دست رفته، آبرویی که ریخته. اما فراموش نکنید زمین به جای خود باقی است. اما به شرطی میتونید موفق باشید خودتون رو از دام احتیاط نجات بدید که چیزی در اون بکارید، بهش رسیدگی کنید تا بارور بشه. توجه فرمودید؟ با عصبانی شدن و ناراحت شدن راجع به گذشته چیزی دست شما رو نخواهد گرفت. گذشته رو به حال خودش بذارید. همین که یه عبرتی ازش بگیرید کافیه. اونو بذارید تو کشو و درش رو ببرید. قصه آینده رو نکنید که چی میشه چی نمیشه. فردا رو کسی ندیده. تجربه کنید. و همین لحظه است که آینده رو میسازه. پس فکر امروز باش، امروز رو غنیمت بدون، با خانوادت رفتار بهتری داشته باش، در کار و کسب سعی کن امروز موفق باشید تا موفقیت‌های بعدی رو تضمین بکنید. پس بنابراین حال رو، این لحظه رو بهش توجه بکنید، نذارید لحظه ها از دستتون بره. این همه حسرت گذشته رو خوردن دردی رو از کسی رها نمی‌کنه. اونایی که پشت فرمون نشستن تا حالا دیدید که کسی آینه عقب رو نگاه کنه، رو به جلو رانندگی کنه، به جایی میرسه یا نمیرسه؟ تصادف میکنه دیگه. مثلا من تو آینه عقب نگاه کنم، رو به جلو رانندگی کنم، چی میشه؟ طرف به سنگ میخوره، تصادف میکنه با ماشین جوری. بعد جلو ما نگاه کنم. ببین گذشته رو آدم یه نگاهی بهش بکنه، از این نظر که عبرتی بگیره خوبه، بیش از اون فایده‌ای درش نیست. مطلب دیگر این که عزیزان من امیدتون رو از دست ندید. این داستان کوتاهی رو براتون تعریف میکنم. سلام علیکم. داستان جالبی است. میخوام به شما بگم بعضی مشکلات در زندگی پیش میاد، معنایی درش نهفته. همه سختی‌های زندگی رو اینجوری نگاه نکنید که ای دار ایجاد خداوند عالم من رها کرده و حالا خودم هیچ توجهی به من نداره. میگن در زمان‌های گذشته شخصی
یه سفر دریایی انجام داد به مقصد دوری. توجه می‌کنید فرض کن می‌خواد بره هندوستان. در راه خلاصه دریا طوفان شد و کشتی به صخره‌ای برخورد و کشتی غرق شد. اینم به دور زحمت خودش رو به یه چوبی بالاخره کشوند و چند وقت بعد بیهوش خودش رو در یک ساحل جزیره‌ای پیدا کرد. وقتی چشم باز کرد دید اطرافش کسی نیست و دید اون جزیره خالی از سکنت. کسی هم زندگی نمی‌کنه. یک دو روز که گذشت دید بابا اینجا حیوانات وحشی هم داره، خطر هم درش هست. به فکر افتاد که یک کلبه‌ای درست کنه لاغر اینجا توی این کلبه سر کنه در امان باشه. بالاخره به هر دور زحمت وسیله‌ای هم که نبود یک کلبه‌ای علم کرد. ترجمه می‌کنه کم یاد گرفت آتش درست بکنه که شکار چیزی کنه، غذا رو بفرسته و غیره و غیره. آتش شده منزلش بود. یه روز که رفت شکار در موقع برگشت از دور دوده داره میداره دودی داره میره آسمون. دوان اومد دیده بابا آتش گل گرفته اومده سمت کلبه رو آتش زد. دیگه اینجا کاسه سبش لبریز شد. رو به آسمون که خلاصه هرچی کم دهنش اومد گفت و در حالی که گریه و زاره میکرد خوابش بود. یه چند ساعتی بعد از بوق یک کشتی رهگذر از خواب بیدار شد. وقتی ملوان‌ها اومدن و ازش پرسیدن که این ازشون پرسید منو چجوری پیدا کردید اینجا که نشونی نداشت، از کجا فهمیدید من اینجا هستم؟ گفتن ما این دوده رو دیدیم، فکر کردیم این کشتی آتش گرفته، ما اصلا نمی‌دونستیم اینجا جزیره‌ای وجود داره. اومدیم و به خاطر این دوده شما رو پیدا کردیم. پس ببینید عزیزان بعضی موقع آتش این خونه عالم رو میگیره. ما اول کار یه خورده به جای اینکه به عاقبت شاید در پسش یه موهبتی نهفته باشه ناشکری نکنیم خلاصه در زندگی. عزیزان خیلی اتفاقای بد در زندگی میفته، ما نمیدونیم خداوند داره ما رو تا آخر زندگی باید که تا ابد نگاه میکنه. ما این دو روز دنیا رو میبینیم، یه بسا که خیلی نهفته باشه در یه ماه بعد، یه سال بعد، 2 سال بعد و شاید خیلی در عاقبت شما نهفته باشه. سختی ها رو بالاخره باید تحمل کرد، صبوری کرد. شکرگزاری خداوند رو فراموش نکنید و معنویات رو ازش غافل نباشید که کمک میشه توجهی در امر درمان داره. بر صورت از اینکه مستمع عرایض من بودید خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ قرعه کشی.